وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سوختار شام 21 اکتبر در بازار مساله ساختمانی برکت در حدود نویه باباجان غفورов را رسما شرح داد. بنا به گفته وزارت کارهای داخلی شام 21 اکتبر ساعت 20:00 در نقطه فروش چوب و تخته مرکز سودای برکت شرکت اگرافود سوختار به عمل آمد. هنگام به محل حادثه رسیدن آتش نشانان سوختار در مساحت 400 متر مربع پهن گردیده چوب و تخته های زیر سایبانها را آتش فرا گرفته بود. سوختار مذکور با قوه و واسطه های جز و تام های ریاست خدمات دولتی آتش نشانی ولایت سوخت در مساحت اولش به پررگی خاموش کرده شد. دیگر نقطه ها و بناهای یاری رسان زیر سایبانها از سوختار امین نگاه داشته شد. گفته می شود در اطلاعیه رسمی وزارت کارهای داخلی می گوید از جای حادثه مال و محصولات صاحبکاران به جایهای بی‌ضرر کوچانیده شده به مبلغ 100 میلیون سومانی مال از سوختار امین نگاه داشته شد. وزارت کارهای داخلی افزود که فعلا از طرف متخصصان خدمات دولتی آتش نشانی وزارت کارهای داخلی و دیگر ساختارهای دخلدار تحقیق حادثه دوام داشته ضرر و سبب سوختار معاین کرده می شود. قبلا گزارش داده شد که بازار برکت که در حدود نویه باباجان غفورov در کنار شورای خوجت کود بادام جایگیر شده است، دهها دکان به کام آتش رفته است. در ویدیویی که نسخش به اداره پایگاه خبری بامداد رسید دیده می شود که چگونه زبان آتش دهها دکان را به کام خود میکشد. بازار برکت سال 2018 نیز دچار سوختار شده بود و آن وقت علتش را چون همیشه رسش کوتاه ناقل‌ها و رعایت نکردن قاعده‌های ضد سوختار گفته بودند. بازار برکت در نویه باباجان غفورov سال 2010 در مساحت قریب 7 گکتار و 78 سوتق زمین ساخته شده با بیش از 400 دکانش یکی از بزرگترین بازارهای فروش مساله ساختمانی در شمال تاجیکستان به شمار می رود. در تاجیکستان قریب هر سال چند بازار دچار سوختار می شوند. مقامات اکثرا رسش کوتاه ناقل‌ها را علت این آفت‌ها نام میبرد. ولی بعد سوختار ماه آگوست سال 2018 در بازار مرکزی کولاب مقامات از بازداشت بهادر رحیموف صاحب یک انبار یک لخت فروشی این بازار خبر داده گفت که او از همه قرضدار شده برای نجات از قرض دهندگانش بازار را برقصد آتش زده است.